اف خویندوانه پشکداری جمارکا تاقی کناد بند دابزانن کاشیانا وان یا خاندنه ده چواری دا هیا بونمونه زانیاری تکنولوژی اندازیاری یانجی بیرکاری. چارلز بولدن سروک آژانسا والاهی امریکی و لیسا جکسن جا آژانسا پاراسنا جنگه چونه سردانا وی خاندنگاه ناونجی لواشنطن دی سی دا جوان خویندکارا بخوازن هزرا خودانین سربیرکاری و زانسته. اگر تا بوی بکوی ململانی چند تو بخواندی چند باشتره پشکا گرنگ یا هر آستی خوندنا تو بگهی اوه تو بکوی تاقیگه هکی. لسال 2011 ناسا و آژانسا پاراسنا جنگه پیشنیار کریه که جه بودجه امریکی پتر جه 146 میلیون دلار لسر وان برنامه خرج بکن که شیانا خویندکار و ماموستای دزانست و تکنولوژی دزیده بکن. براستی ما پی تیوی به هنده های ام بگهین خوندنگهین پیشین مدوید زاروکین خوندنگهین نافندی و ماموستاین وان دست کفتین خوازیده بکن لزانست و بیرکاری و ماموستاین وان آستی فیرکرنا وان بابتان بلند بکن. بزاوت پشتوانی که نا خاندنا بیرکاری و زانسته دست بکرم پشت لکمبینا کا 57 ولاتی لسن خاندنا خویندکاران دیار بوی که خویندکارت 15 سالیت امریکی لبیرکاری در ریزا 25 و لزانسته در ریزا 3 دبون. چارلز بولند بیجید و کلینندی دیارتکن که امریکا خویندکار و ماموستایا به باشی آماده ناکد دوار زانست تکنولوژی اندازیاری و بیرکاری دا. او ملتین لپیش دواری پرورده ازانست و بیرکاری دا فنلندا ولاتین اسکندنافین ام امریکی گلک لپاشن حاولین سروک اوباما و سنگیا او لسر تکنیکین پرورده ازانست و بیرکاری دادنیتن که هر زاروکک لزانکوی حتی سال 2020 جیر آماده بتن و هر اوه آرمانج ام لناسا کاری جیر ردکین و سروک بکاره بب دست و بینه. ناسا برنامه که 3 سالی دست پید کرد به ناوه هاوینا داهینانه که ده بو خویندکارت خاندنگهت ناونجی بد دال دمه بین و دانا هاوین پشکداری برنامه بیرکاری و زانسته بین مامستاد بیجن آرمانج و پیشبچونا خویندوانا دوان بابتا دا بشین لسده آبستویه که دکارت خدا سرکفتی بین افرا پورتل پشکا کردیا دنگ امریکا هات بلاف کرن.